اینم تقدیم حضورتون می‌کنیم 580. این بچه‌ها دامن هم دارن، دامن شلوار همه چی دارن. صادرات هم که فرمودید دارید؟ بله ما برای بغداد اینا 100% طرف شما باشه 100% شامل تخفیف میشه. تنوع زیاده حسین جان. چه خانم خوشگلی. این 250 تومن. چقدر تخفیف میدی به رفقای ما؟ 10% تخفیف میدی. یعنی بچه‌ها یه کار 4 و نیمی بخری 450 تخفیفشونه. بذار واسه بچه‌ها 10 تومانی هم یه. سلام و درود شاکر رفقا، خانمایی که دنبال لباس مجلسی بودن بیایید که میخوام ببرمتون 3-4 تا بازار دست اولش با قیمت‌های دست اول بدون واسطه ازشون خرید کنید. این بازارایی که دارم بهتون معرفی میکنم بچه‌ها نیست در جهان ها. خدا شکر همراه باشید. لایک تا اسکراب فراموش نشه. بزنید بریم تو دل بازار. خب آقا من از مترو سعدی اومدم بیرون، جمع که چهارراه مخبرالدوله است، بریم اون دست موتوریا رد بشن. حالا هوای چهارراه مخبرالدوله یا همون سعدی رو ببینید. بریم سمت بورس لباس مجلسی تو خیابان جمهوری. 2-3 تا بازار خیلی قدیمی و درجه یک داره که قشنگ کارو در میاره. بچه‌ها از چهارراه سعدی تا چهارراه استانبول کلا بورس پوشاک مردونه و زنونه هست. ببین کت و شلوار هم دارند. حالا تو مسیر شما هم قیمت‌ها رو ببینید هم کارا رو. این بازاری که میخوام ببرمتون خیلی معروفه، قدیمی هم هستش، ولی خب کاراشون درجه‌ای که به کل تهران و ایران هم ارسال دارن. به نظرم اگر دنبال لباس مجلسی هستید وقت بذارید راحت میتونید یه لباس مجلسی خوش قیمت و با کیفیت پیدا بکنید. جو هم که بچه‌ها خیابون لاله‌زار، بورس لوستر و لوازم الکتریکی و روشنایی و این داستانا. لوسترها رو ببینید بچه‌ها. گفتم دیگه کت شلوار هم هرچی قشنگ میتونید اینجا تهیه کنید. کت شلوار زیاد دارن. قیمت ها هم همه جوره هستش، از 3-4 تومن تا 30-40 تومن هر مدل بخواید پیدا میشه. اون دست هم که کلا پوشاک آقایونه، بیشتر پوشاک اسپورت دارند. شرت ها رو گذاشتن 210,000 تومن. ما هم چه رنگی انتخاب کردیم؟ بنفش. اوه بچه ها ببینید چی پیدا کردم و چی دیدم. گوجه سبز. آخر نفهمیدیم بینه میگن گوجه سبز یا میگن آلوچه. ببینید با اینکه اردیبهشته ولی خب هوا گرمه دیگه. یه خوردم ابری امروز تهران، هوا شرجی شده. یه پای ثابت همه بازارها بچه‌ها این شیکمگردی‌ها و این فست‌فودها و رستوران‌ها هستش. خب رسیدیم به اولین لوکیشنمون. میگم عقب بگیرم براتون. رسیدیم به اولین لوکیشنمون، بازار حافظ. بریم داخلش ببینیم چه خبره. بریم ببینیم کارهای جدید چی آوردن، چند تا قیمت بگیریم. من خیلی وقت نیومدم بازار حافظ بچه‌ها. شرطی بزنیم، کارها رو ببینیم. چطور کارا؟ قرمزه نظر من باحاله. خسته نباشید. این کار قرمزه چه قیمته؟ 1,680 میشه فیلم گرفت ازش؟ 1,680 این بچه‌ها. چیه جنسش؟ ساتن پشت کرپ. ساتن الیکس. خب این کار 1,600. خب بریم مغازه های دیگر رو هم ببینیم چه خبره.
این لباسای کار شده است بچه‌ها. ببینید قیمت بگیرم. این مدل بچه‌ها بهش میگن کار شده، درسته؟ قیمت از چند شروع میشه کار شده هاتون؟ 3800 کدومه؟ این رنگ بندی داره؟ طلاییش هم هست که رو دیواره. خب اینو میدن بچه‌ها 3800 طلاییش میشه این فکر کنم. آره این 3800 تولید خودتونه دیگه یا وارداتیه؟ چجوریه؟ وارداتی این کارو ما، ولی اینا تولید خودمون. تو وارداتی بهتره یا تولید خود شخص تهران میزن بگیره بهتره؟ خیلی بهتره. وارداتی بهتره. قشنگ‌تره. بعد از رو نمیتونم بیارم تکی خاصی، ولی ایرانیایی میارم بالا پایین برای این کلیش. بعد وارداتی اصولا ترک یا چینه؟ جفتش با هم ترکن. ولی فقط بیشتر چین باشه. چینه. ترک خیلی گرونتر میشه. خب یه کارت تو بی زحمت بده تگت کنه. خب از کارهای کار شده خاصی با تخفیف ویژه بیاید این مغازه. چقدر تخفیف میدی به رفقای ما؟ 10% تخفیف میدی. یعنی بچه‌ها یه کار 4.5 بخری 450 تخفیفشونه. واسه بچه‌ها 10 تومانی هم یه تومن. یوتیوب هم بذارم. ارسال هم دارید؟ بله. خب کارتشون هم که براتون گذاشتم ببینید. ولی من بیشتر دنبال بچه‌ها کار خوش قیمتم، چون مثلا این آره 1,780 گذاشته. این 1,980. این 1,880 1,780 1,580 حالی سایت ماهیتور داره. خسته نباشی. کاره چه قیمته؟ فرق میکنه. مثلا این سفیده 2,580 10 تا رنگ بندی. این دوتا چی؟ 730 وادی کاربونی جفتش 380 هر کدوم 10 تا 12 تا. چه قیمته؟ آبیه 8,800 تخفیف نداره؟ ولی 10% تخفیف میده. 8,800. قیمت پایین‌تر چی دارید؟ اونم از حراجی 2 تومن داره. کدوم 2 تومانی ها؟ این از اینجا دارم، از این صورتیه به این ور تا اینجا. اینا چند درصد تخفیف داره؟ اینا 100% تخفیف خورده. 180. 1,980 باز بهتر شد. 20 تومن شونه زدیم اومد پایین. یه کارت لطف می‌کنید به من بدید. این پیجتون آره خود بذارم. آره پیج می‌خوام. بچه‌ها این پیجشونه. میرویم مغازه بعدی ببینیم چی داره چی ندارن. کدوم قشنگه به نظرتون؟ این رنگی‌ها رو ببینیم. سلام هستم. میشه فیلم گرفت از کارتون؟ میشه. این کارت چه قیمته؟ 1,980. صورتیه دیگه. این 1,980 ایرانیه؟ قرمزش هم میفته. اونم هم قیمت. جفتشون 1,980. قیمت پایین‌تر دیگه چی دارید؟ قیمت مثلا 1,980. این هم قیمته؟ 2,980. فرقش بکنم واسه این کار شدگیشه. آره. بعد اینا چه قیمت میفته؟ که از 5,500 ببرید. 5,500 ببرید. ببینید من کارت خواستم و خودشون نداشتم. بعد کله منو نکنید چرا کارت نمیگیرید؟ رنج کارا بچه الان چیزی که من دیدم از 1,500 شروع میشه به بالا. یه مغازه رو پیدا کردیم 700-800 میداد. حالا میریم سر وقتش. مشکیه چطوره؟ سلمان چطوره؟ خوب به نظر تو مشکیه؟ خسته نباشی. کار مشکیه چه قیمته؟ 2,500 میشه فیلم گرفت ازش؟ خب بچه این کارو میدن 2,500,000 مدل 2,500. قیمت پایین‌تر چی دارید دیگه؟ اینو میده بچه 998 تومن. چطوره؟ قیمت پایین دارید چند تا؟ همین یه دونه رو دارید؟ 998. کارت دارید؟ کارت هم ندارید. بازار باشه شاید.
ببینید بچه پلاک 162 بود. خواستید بیایید تشریف بیایید. خب بریم برای کوچولوان چند تا قیمت بگیریم. قیمت کاراشون می‌بینیم چنده. خسته نباشید. این کار بنفشه چه قیمته؟ 1908. از چند شروع میشه کارا؟ نه قیمت رو میگم. کدوم 250 تومانی؟ یالا چه خانم خوشگلی. این 250 تومن؟ بچه این کارو میدن 250,000 تومن. ببین تنخورش این چنده؟ این 280. 2,180,000 شده که به شادی استفاده کنه. خب بچه انتهای بازار حافظ میخوره به کوچه برلن. کوچه برلن هم بورس انواع پوشاکه، ولی خب امروز درش لباس مجلسی هم پیدا میشود. یه چرخ مختصر میزنن برای اینکه حال و هواش رو ببینید فقط. ببینید کوچه برلن از لاله‌زار میشه تا فردوسی، از لاله‌زار تا سعدی میشه کوچه مهران. اینجا هم خیلی درهمه، بازار درهم برهمیه، هم عمده فروشه، هم تک فروشه، هم بچگونه داره، هم لباس مجلسی داره، مردونه زنونه. بازار قاطی قاطیه. مثلا لباسای مجلسی هم دارن. تا اینجا اومدید مغازه رو ببینید. بچه فاتاش کمپانی هم اکثرا عمده فروش پوشاک نوجوانان هستند. هم که لباس مجلسی. به عشقتون اومدن طبقه اول بازار حافظ. یه نمایی هم از بالا بگیریم براتون. آقا بازار حافظ رو گرفتیم، بریم سمت پاساژ کمپانی. باز ما اومدیم در راسته خیابون جمهوری. این هم که پلاسکوه ساختمون جدیدش. بریم سمت پاساژ کمپانی، اونجا هم کار خوب میشه پیدا کرد بچه‌ها. یه رفیق جدیدم پیدا کردیم از کسبه بازار حافظ کمپانی هستن. اصلا نفر اگر رفتیم برای خواهش میکنم. شرفه چی بود؟ ریاهی. آقا ریاهی عزیز سلامت و شما بریم چند تا قیمت بچه‌ها بگیریم. کاراشون حراج گذاشتن. قیمتایی که به من گفتش منو مجبور کرد که دیگه اختصاصی ازش فیلم بگیرم. ما هر کاری میکنیم برای شما میکنیم. کار خوش قیمت پیدا بکنم میذارم. ما حتی میخوایم بریم مزون سحر که ورودیش هم از بازار کمپانیه. بریم ببینیم میتونیم کارای زیر 600-700 تومانی براتون پیدا کنیم تو این گرونی بازار. چند طبقه از کمپانی؟ 3 طبقه پخش داره، 2 طبقه تک فروشی. همشون تک فروشی. 3 طبقه پخش. اینجا بهتره یا شانزلیزه؟ شانزلیزه قدیمی تره. نه نسبتش اینجا بیشتره. قیمتش برای تک عمده یا جفتش؟ هم برای تک هم برای عمده. خب قسمت شد ما این طبقات بالایی بازار کمپانی هم بیاییم بچه‌ها. بریم پخش سحر ببینیم چه خبره. بابا اجازه یا الله. آقا تو بازار بچرخی یه سری فروشگاه‌ها و کسبی پیدا می‌کنی که واقعا کارشون نامبروانه، قیمتاشون هم واقعا کف بازاره. مجید لطف کرد چون ما تو اینستاگرام کار می‌کردیم، ما رو شناختش، خدمت که از ماست. بچه‌ها فقط کارا رو ببینید و قیمتا رو، اصلا باورتون نمیشه. من کل بازارم الان بگردم نمیتونم این کارو با این قیمت پیدا کنم براتون. آقا چند تا قیمت ما لطف می‌کنی؟ این چه قیمت بود دستته؟ اینم تقدیم حضورتون می‌کنیم 580. کار رنگبندی، سایزبندی. این تکشه. بچهای ما بخوام مثلا عمده ازت خرید کنن، بچه‌ها بخوام بیان 100% طرف شما باشه، 100% شامل تخفیف میشه. تنوع زیاده حسین جان. ببین الان این کارا هست تو رنگبندی، پارچه درجه 1 تنخور عالی، پارچه زارا رنگبندی، سایزبندی، کارا عالیه. همیشه تنوع هست. مهمتر از همه لوکیشنی که ما داریم جای پارکینگ داره. پارکینگ حافظ هست. تابلو خورده داخل پارکینگ، مشتری‌ها هماهنگ بکنن پارکینگشون هم رایگان در خدمتشون هستیم.
آره بچه این کارم حدوداً 880 به بالا هستش. بعد هم تک هم عمده میتونی ازشون تهیه کنید. آقا مجیدی که بخواد مثلا بیاد تو کار پایین، یکی بیاد بخواد بره تو کار لباس مجلسی چقدر سرمایه؟ اینا معمولا کار بازار همه اعتباریه. حالا به قول معروف چیزی که ما هم خودمون از صفر شروع کردیم، بیان کارو ببینن، سبک کارو ببینن، ان شاءالله یه قسمت شد همینجوری سعی می‌کنیم که بتونیم اون چرخه رو بتونیم براشون بگذرونیم. حدوداً چقدر مثلا سرمایه لازم دارن؟ والا چی بگم آخه الان هر کی بالاخره با یه مبلغی میخواد بیاد، نمیدونم بستگی به گستردگی کار داره. یه موقع از طرف مثلا یکی آنلاین شاپ بخواد بزنه که مدلش کم باشه. الان شرایط سخت شده حسین جان. یه موقع از شرایط آسون بود ولی الان با این وضعیت تورم، با این وضعیت خرج کاری که برای ما تولید کننده پیش اومده، با این دستمزد چرخکارا خداوکیلی نمیصرفه. شرایط تولید خیلی سخت شده. هرچند که بعضی بازار هم خودتون دارید میبینید، یعنی ما امسال نسبت به سالهای پیش خیلی کساد بودیم، با افتضاح تونستیم کاسبی بکنیم. حرف رو در دل کاسبا رو دارم میگم خدمتت. خیلی با نوسان، خیلی موقع شده که ما ساعت 3-4 اومدیم دیگه از اینکه فروشنده بپرسیم چند تایم گذشته باید بگیم پروف داشتیم یا نداشتیم. شرایط سخت شده ولی الان دیگه حداقل با مبلغ 500-600 میلیون نیازه برای شروع این کار. حتی آنلاین شاپ که جا نخواست. 100%. چون تعداد فکر کنم هر بدون لباس تنوع کار بکنن. قیمتای لباسا هم که الان میگم اون طبق اون تنوعی که میخوان کار بکنن یا باید اعتبارش داشته باشن یا حداقل 500-600 تومان نقد داشته باشن. صادرات هم که فرمودی دارید؟ بله ما برای بغداد اینا زدیم، پابلو رو زدیم. چون ببینید لباس مجلسی ها رو هم صادر میکنن به کشورهای عربی اطراف. ان شاءالله که بازار باشه براشون. خب رفقایی که میخواید بیاید تو کار لباس مجلسی، علاوه بر فروشگاهی که دیدید، ببینید طبقه اول پاساژ کمپانی کلا پخش کننده و تولیدی هستند. دیگه اینکه چه مدلی دارن، چه شکلی دارن، باید خودتون تشریف بیارید ببینید. این انواع لباس مجلسی رو دارن دیگه، کت و شلوار، لباس مجلسی، سایز بزرگ، سایز کوچیک، چه میدونم همه مدل دارن. خب خیلی از مغازه‌دارا برای اینکه مدلاشون لو نره تمایلی ندارن که ازشون فیلم بگیریم، دیگه من هم ورود نمی‌کنم بهشون دیگه. شما فقط حال و هوا رو ببینید که ان شاءالله وقت الله اومدید اینجا حال و هوا براتون غریب نباشه. کم کم بچه‌ها برین طبقه همکف، چند تا قیمت کار تک بگیرم براتون، عشق کنید. ما پله پیدا کنیم بریم پایین. پله هم پیدا شد و برویم پایین. این بچه ها دامن هم دارن، دامن، شلوار، همه چی دارن. به قیمت دامن بگیریم. خب این 890، این 790، 850 این مدل. خب کارت هم زحمت ما بگیریم. یه دونه میخواد کلا؟ خب اینم کارتشونی، بچه خواستی بهشون مراجعه بفرمایید. کت و شلوار قیمت چنده کت شلوار؟ 2400. همه مدل دارن بچه‌ها، از 2400 تا مثلا این چند میفته سفیده؟ تخفیف نداره؟ این 2900 بغلی چند؟ کت و شلوار رو سه تیکه است یا دو تیکه؟ با یه دونه تیشرت یا شمیز؟ تاپه دیگه. تاپه؟ موزیدم داخل کانتو ببینم یا الله. خب رفقا که دنبال کت و شلوارن، این الان کت و شلوار و یه تاپ قیمت 2400. این کروات هم روشه کلش دیگه، کل این پکیج بچه‌ها 2400. این بغلیه چند؟ 2,900,000 تومان. ارسال به شهرستان هم دارید؟ اون فروشی مشهد میفرستیم، بندرعباس، شیراز، اصفهان، تقریبا تمام شده. شما رو بزنید. خب یه چیزی بذار که من توی ویدیو بذارم دیگه. خب شماره‌تون بگو. 0919 19 10 862. خواستید بچه‌ها تماس بگیرید. مدل‌ها چه باحاله. این ویترین خیلی توی لباس مجلسی تاثیرگذاره. نه ویترین خوب داشته باشی قشنگ جذب میکنه آدمو. با ویتریناتون کار کنید. کسبه محترم. داداش این سفیده چه قیمته؟ 3,900. این بچه‌ها میدن 3,900,000 تومان. بریم از اون بغلش هم بگیریم براتون. مشکی صورتی شواله جذابه نه؟
3,300,000. کت و شلوار قیمت بگیرید. اسم می‌کنن کت و شلوار کم قیمت گرفتید. خسته نباشید. این مشکل چه قیمت بیفته؟ 2,983 تومن دیگه. تخفیف نداره؟ مقطوع تخفیف میدید. این سفیده چه قیمته؟ 3,480. چه عدده چیزی میکنن که مثلا عدد بکنن 3,500 3 تومن. اینا هم باحالن ها. نه خوشگله. یعنی خدا وکیلی هر کی با من بیاد خریدش میکنه، بدتر از خودش من بازار رو ولده میکنم. لباس مجلسی به نظر من یکی از اون کالاهایی که واقعا جذابه تو بازارش قدم زدن. مثلا خب ویترین رو ببینیم باید حرف میزنه. قیمت بگیریم. خسته نباشید. این کار چه قیمته؟ فسفوریه؟ 2,480. همش توی رنجه؟ از 280 280 کدومه؟ قرمز. 280. قیمت پایین‌تر چی داری؟ قیمت پایین‌تر ندارید. از 280 شروع میشه به بالا. تخفیف چقدر دارید؟ یک کوچولو اون 80 تومن است. یاد گرفتم. بچه‌ها بریم از بازار کمپانی دیگه بیرون. یه بازار کمپانی بسه. بریم سمت بازار دیگه. بریم جای دیگه ببینیم چه خبره. کی به کیه. کی چیکار میکنه. یه نمایی از بازار کمپانی. هوا هم در تهران خورده ابریه، به خاطر همین هم شهرجی شده. من این نمای کلی هم از این بیرون براتون بگیرم که باز ببینید. این که پلاسکوه، اون برم که مترو سعدی بود، اینم بازار کمپانی. انشالله لباس توپ بخرید، شادیا استفاده کنید. این فنتیش. خب آقا همچنان در خیابون جمهوری هستیم. بازار حافظ و کمپانی رو براتون گرفتم. کارا هم دیدید، کلی هم براتون تخفیف گرفتم. میخوام برم الان سراغ یه بازار دیگه به اسم بازار شانزلیزه. اونجا هم یکی از بازارهای درجه یک برای لباس مجلسیه. حالا احوال تا الان ویدیو رو با شما کردید، دوست داشتید، قیمت رو دیدید، مدل خوب بود. همه جا هم شکمگردی به راهه. اینجا هم بچه‌ها سفارت آلمانه که به خاطر همین هم اسم کوچه پشتیشو گذاشتن کوچه برلن. عکس برداری هم زده ممنوع، ولی ما عکس نمیگیریم که ما داریم فیلم برداری میکنیم. پشت سر بندم این ور نه. پشت سر بنده از این زاویه که اگر بگیره میشود پلاسکو. بریم یه حالا هوای پلاسکو هم براتون بگیرم. تا اینجا که اومدیم دیگه بوده خیابون رد بشویم، نزنن ما کله بشیم اینجا. مثل مرغ باید کلت بچرخه، حواست نباشه شتک میشه.